یه پادشاه پیر روزی 2 جوجه عقاب هدیه گرفت. براشون توی باغ سلطنتی یه جای مخصوص درست کرد و بهترین مربی‌ها رو گذاشت که بزرگشون کنن. چند ماه گذشت. یکی از عقاب‌ها با قدرت و زیبایی توی آسمون اوج گرفت و آزاد شد. ولی اون یکی اصلاً از شاخه‌ای که روش نشسته بود تکون نمیخورد. برنامه غذاییش عادی بود و سالم به نظر میرسید. با این وجود اون عقاب پرواز نمی‌کرد. مربی‌ها همه چی رو امتحان کردن. موسیقی، غذا، سوت، حتی یه عقاب دیگر رو آوردن تا شاید تغییری حاصل بشه، ولی فایده نداشت. پادشاه که خسته شده بود اعلام کرد هر کی بتونه این عقاب رو به پرواز در بیاره یه تیکه طلا بهش داده میشه. صبح روز بعد وقتی بیدار شد با تعجب دید اون عقاب داره پرواز میکنه. پادشاه دستور داد کسی که این کارو کرده رو بیارید. یک کشاورز ساده از در وارد شد. پادشاه پرسید چی کار کردی؟ با چه جادویی تونستی کاری کنی که عقاب پرواز کنه؟ کشاورز خیلی آروم جواب داد فقط اون شاخه‌ای که همیشه روش می‌نشست رو قطع کردم. همه ساکت شدن. چند ثانیه بعد پادشاه لبخند زد. تو اون لحظه چیزی رو یاد گرفته بود که تو هیچ جنگی یاد نگرفته بود. گاهی ما به چیزایی میچسبیم که بهمون حس امنیت میدن، حتی وقتی برای پرواز ساخته شدیم. و وقتی اون شاخه امن رو از دست میدیم تازه متوجه میشیم که بال داریم. راحتی زیاد دشمن رشده. اگه رشد رو دنبال نمی کنی احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی تبریک میگم، تو هر روز در حال رشدی.